وقلیل من عبادی الشکور. به نام الله بخشاینده مهربان. تماشابینان عزیز، امروز به بعضی از سوالهای شما جواب خواهیم گفت. در مهمانی استودیوی ما سهراب عادلیان، ختم کرده دانشگاه مدینه منوره فاکولته حدیث شریف، شما را خوش آمدید میگویم. و سوال اول از تماشابین ما آمده رسیده است. میپرسند که آیا در ماه شعبان روزه داشتن جایز است؟ بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام علی رسول الله و علی آله و اصحابه و من والاه. اما بعد، بله، در ماه شعبان روزه داشتن ممکن است، بلکه یکی از ماه‌هایی هست که روزه داشتن اجر عظیم دارد. خیلی که امام بخاری رحمت الله علیه در صحیح بخاری گفتن که باب صوم شعبان، باب درباره مشروع بودن و جایز بودن روزه داشتن ماه شعبان. سپس حدیث حضرت عایشه رضی الله عنها را ذکر کردند که حضرت عایشه گفتند که ما رأیت رسول الله صلی الله علیه و سلم استکمل صیام شهر الا رمضان و ما رأیته اکثر صیاما منه فی شعبان. حضرت عایشه رضی الله عنها میگویند که ندیدم جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم را که یگام ماه را پر روزه داشته باشند غیر ماه رمضان. یعنی یگانه ماهی که پر 29 روز یا 30 روز روزه می داشتند این ماه مبارک رمضان بود. و ما رأیته اکثر صیاما منه فی شعبان، و در یگام ماه ندیدم که جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم بسیار روزه داشته باشند مثل شعبان. یعنی اکثر شعبان را جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم روزه می داشتند. بنابراین حضرت عایشه رضی الله عنها گفتند که کان یکون علی الصوم من رمضان فلا اقضیه فما استطیع ان اقضیه الا فی شعبان. من از رمضان گذشته قرضدار بودم، یعنی قضایی داشتم، من نمیتوانستم اون قضایی را ادا کنم مگرم در شعبان. این حدیث دلالت میکند که کدام شخصی که در رمضان گذشته اگر از رمضان قرضدار باشد، عادت ماهانه داشته باشد، زنهایی که یا مسافرها یا بیمارهایی که به عذر روزه نداشتن، میتوانند آن روزهایی که از رمضان گذشته قضا کرده بودن در ماه شعبان روزه دارم. و یا حدیث امام بخاری و مسلم را هم به شما خاطر رسان میکنم که جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند که لا یتقدمن احدکم رمضان بصوم یوم ولا یومین الا ان یکون رجل کان یصوم صومه فلیصم ذلك اليوم. یکی شما ماه مبارک رمضان را با روزه یک روز یا 2 روز پیشواز نگیرد. یعنی از رمضان 1 روز یا 2 روز یگان انسان روزه نگیرد، منع است. اصل منع دلالت به تحریم است، یعنی حرام است روزه داشتنی از رمضان 1 روز یا 2 روز پیشتر، علل خصوص همچون احتیاط هم روزه ندارد. الا رجل کان یصوم صوما، مگر یه مردی که عادتا روزه می داشت، مثلا پنجشنبه دوشنبه روزه می داشت، اتفاقا همین پنجشنبه یا دوشنبه پیش از رمضان موافقت کرد، او حق دارد که روزه دارد، چون عادت او پنجشنبه دوشنبه روزه داشتن بود، بگذار برای او اجازت است که روزه دارد. والله اعلم. باز یک سوال زیر شرح در ویدیو آمده رسیده است. میپرسند که اگر به نماز در جماعت دیر کردند آیا ثنا میخوانند و سوره فاتحه را باید خوانند؟ یعنی شخصی دیر کرده. بله، اگر امکانیت ثنا و سوره فاتحه را خواندن داشته باشد بخواند، ولی ببیند که اگر امام به رکوع نزدیک مانده است در این صورت ثنا نمیخواند، حرکت میکند سوره فاتحه را خواند، چون که قرائت سوره فاتحه حتمی و واجب است.
بنابراین سوره فاتحه را میخواند. اما آمده است که امام در رکوع هست، در این حالت نه سوره فاتحه میخواند نه ثنا میخواند، بلکه به امام اقتدا میکند، یعنی به رکوع میرود و ثنا و سوره فاتحه از او ساقط میشود. ثنا خواندن این در نزد جمهور علما سنت است، یعنی کسی خواند ثواب میگیره، کسی نخواند گناهکار نمیشود. امروز برای اکثر مهاجران مهنتی و علاوه خصوص برای همزبانای ما خیلی مشکل شده است، چون در یک خانه چندین نفر برابر زندگی میکنند. یک خانه را اجاره میگیرند و در یک خانه همسر و باز برادر و دادر همه یک جای زندگی میکنند. سوال از زن آمده رسیده است، میپرسد آیا جایز است در یک خانه با برادر و دادران شوهر زندگی کند و بیند آنها را؟ در حدیثی که امام بخاری و مسلم روایت کردند، جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم ما را از خلوت ماندن با زنهای بیگانه نهی کردند، منع کردند و زنی برادر و زنی دادر زنی بیگانه حساب میشد. اگرچه از نگاهی مثلا خویشاوندی گیرید زنی برادر یا زنی دادر، ولی از نگاه محرمیت نگاه کنید او بیگانه حساب میشه، برای آنکه شوهر وقتی که وفات کرد یا طلاق داد میتواند برادری شوهر یا دادری شوهر آن همسری برادرش را به زنی گرفته میتواند، بنابراین او بیگانه حساب میشود. پیامبر صلی الله علیه و سلم منع کردند خلوت ماندن مرد را با زنهای بیگانه، گفتن ایاکم و دخول علی النساء، شما بسیار حذر کنید اینکه به نزد زنها درآیید، یعنی با زنها خلوت مانید. بعد یه مرد از انصاری ها از اهل مدینه گفت که یا رسول الله افرأیت الحمو، یا رسول الله خبر دهید آید حمو، یعنی نزدیکترین خویشای شوهر مانند برادری شوهر، دادری شوهر که اینها در یک خانه زندگی میکنن، مثلا در حالتی که برادرش نیست به خانه وارد میشود، آیا جایز است یا نه؟ جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند که الحمو الموت، برادری شوهر یا دادری شوهر مرگ است گفتند، یعنی بسیار خطرناک است، برای آنکه حتی مردم هم گمانی بد نمی کنند، حتی برادر هم گمانی بد نمی کند که دادری من یا برادری من هیچگاه به این عمل دست نمی زند، گفته گمانی بد نمی کند. الحمو الموت یعنی این به مرده به مرگ می رساند، یا اینکه به بنابر تفسیری بعضی ها مرگ بهتر است از این گفتند. وقتی که برادر یا دادر با همسری برادر یا دادرش اگر این کار زشت را انجام دهد مرگ از این روز بهتر است، به این معنا یعنی احتیاط بهتر است. بله در شهرهای مسافرت واقعا ضرورت پیش آمده است که در یک مثلا خانه که اگر دو حجرگی باشدم در یک حجره دیگر برادر زندگی کند و در دیگر حجره برادر یا دادرش با همراهی همسرش زندگی کند، هم بعضی علما منع کردند. برای چی؟ برای آنکه اینها در راهرو و در حمام و در آشخانه به همدیگر جای اینها علاهیده نیست، اینجا عمومی که هست در این جاها احتمال خلوت ماندن هست گفتن و این مفسده بزرگ دارد. بله کمتر مال شما صرفه می شود و کمتر مثلا در شرایط تنگی برای شما از یک نگاه فایده ناک می نماید، ولی اگر این که احتمال مفسده دارد، چون که پیامبر صلی الله علیه وسلم در دیگر حدیث هم گفتن که وقتی که یه مرد بیگانه با زن بیگانه خلوت ماند سومین آنها شیطان می شود و می شود حالت هایی که آنها خلوت مانند. اما اگر در آن خانه باز پدر و مادر باشند، مثلا باز دیگر فرزندها باشد، مردم زیاد باشند، امید میکنیم که هیچ باکی نباشد، لیکن کوشش کنند خلوت نماند که
عاقبت های ناخوش دارد و در شریعت با یک قاعده دیگر است که دفع المفاسد خیر من جلب المصالح. دفع مفسده بهتر از جلب مصالح. اینجا جلب مصلحه همین که صرف مبلغ می شود. وقتی که شما همراه دادر و برادراتون در یک خانه زندگی میکنید، یعنی صرف مبلغ می شود، صرف های بیهوده نمی شود، 2 خانه اجاره نمی گیرید. این مصلحه هست. لیکن مفسده این است که احتمال وسوسه شیطان و خلوت ماندن آنها هست. در این صورت دفع مفسده، دفع ضرر به از جلب مفسده است. الله سبحانه و تعالی مشکلات هر یک مسلمان ها را آسان بگرداند و برای مسلمان ها شرایطی فراخ نصیب روزی گرداند. آمین. یک سوال دیگر از جانب تماشابین ما آمده رسیده است. میپرسند که اگر فرزند معیوب تولد شود این گناه والدین است، یعنی پدر و مادرش است؟ اگر فرزند معیوب تولد شود یا نقصاندار تولد شود، اصل این است که گناه پدر و مادر نیست. چون که در شریعت قاعده عمومی هست. در سوره انعام الله تعالی میگوید که ولا تزر وازره وزر اخرى. یگان انسان گناه انسان دیگر را نمیبردارد. در شریعت ما اگر پدر گناه کند پسر را جزا داده نمیشه، یا پسر اگر جنایت کند پدر را جزا داده نمیشه. هر یک انسان به گناه خودش به جوابگیری کشیده میشه. لیکن این دنیای امتحانی هست. الله تعالی در سوره انبیا میگوید که ونبلوکم بالشر والخیر فتنة. ما شما رو با بدی ها و نیکی ها امتحان میکنیم. فتنة یعنی همچون آزمایش، همچون امتحان. البته وقتی که فرزند انسان نقصدار تولد می شود، این هم امتحان به پدر و مادر او که آیا به این مصیبتی که از جانب الله تعالی به آنها آمد صبر میکنند یا نه، و هم امتحان به خود آن فرزند که میگوید من چی گناه کردم که الله سبحانه و تعالی مرا از روزی که به دنیا آمدم نقصاندار آفرید. البته شرط نه که هر یک مصیبت سببش گناه باشد، بله اکثر مصیبت ها سببش گناه است، ولی مصیبت های می شود برای بالا برداشتن مرتبه انسان در آخرت. مصیبت های می شود همچون امتحان که اگر بنده صبر کرد الله تعالی جزای بهترین را برای او در آخرت نصیب روزی می گرداند. و این دنیا وقتی که فرزند به دنیا می آید و از ایامی به دنیا آمدنش بیمار می شود، کودکی بیگناه، دلالت به آن می کند که این دنیا جای راحت نیست. الله تعالی در سوره بلد می گوید لقد خلقنا الانسان فی کبد. ما انسان را به این دنیا به مشقت آفریدیم و راحت، لذت، حیات حقیقی این در جنت است. ولی اگر پدر و مادر صالح باشند به فرزندان نیکی آنها میرسد. دعای آنها در حق فرزندان و عملهای صالح آنها سبب می شود که الله سبحانه و تعالی به فرزندان آنها نیکی کند. خیلی که گاه بعضی گناه ها سبب می شود که الله سبحانه و تعالی به سبب گناه پدر فرزند را جزا دهد. خیلی که شخصیتی که دندان مبارک جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم را در جنگ احد شکست، ابن القیم رحمت الله علیه گفتند که هر فرزندی که از او تولد می شد یا بی دندان تولد می شد، مقصد دندان نمی برآورد، یا اگر رفت و دنداندار صاحب دندان شود دهانش بوی بد می کرد که مردم از او اذیت می دیدند و گفتند که این از کثافت پدرها به پسرها هست. گفتند چون که الله تعالی این شأنک هو الابتر گفته بود. البته بد بیننده تو ای پیغمبر صلی الله علیه و سلم ابتر است، دنبریده هست، در نسب او مصیبت می آید. یعنی تحقیر پیغمبر صلی الله علیه و سلم، حقارت و مسخره کردن پیغمبر صلی الله علیه و سلم،
این یک گناهی است که گاه شؤم و کثافت او به فرزندان آن انسان هم برسد. ولی اصلا قاعده عام هست که هیچ کسی به گناه کسی به جزا گرفتار نمی شود. سوال دیگر از جانب تماشابین ما میپرسند آیا زیر دست کافران کار کردن ممکن است و اگر ممکن باشد کدام نمودی کار و اگر من باشد کدام نمودی کار من است؟ جمهور علما در زیر کافر کار کردن شخص مسلمان را اجازت می دانند به شرطی که کارهای گناه نباشد، مانند خوکبانی، مانند فروختن یا آماده کردن مواد مخدر یا تیار کردن عرق یا فروختن آن و این چنین از همه بزرگترینش جاسوسی کردن به مسلمان ها، یعنی خبری مسلمان ها را آورده به کافرها دادن که این بسیار جنایتی وزنین است، به ایمان بنده خطر دارد. و بعضی علما رحمت الله علیهم غیر از این که آن کار گناه نباشد باز گفتن که خدمت خاص نباشد. خدمت خاص به این معنایی که طعام گذاشتن در پیش کافر، نوشابه گذاشتن در پیش کافر یا در پیشش راست ایستادن همچون تعظیم، این کارها نادرست است، برای آنکه مسلمان در این حالت ذلت یعنی خار می شود. اصل مسلمان عزیز است و این چنین غیر از این که این سوال را دهیم یا مراتبه آید همین مسئله فکر کنیم برای چی امروز مسلمان ها در زیر کافرها کار میکنن نه عکس. یعنی در اکثری دولت های دنیا گرید غالبا مسلمان ها زیر دست کافرها کار میکنن. هست کشورهایی که مثلا در آنجا اصل مسلمان ها هستند، صاحب کارفرماها مسلمان هستند، لیکن اجرا کننده کارگران کافرها هستند، لیکن اکثرش عکسش هست. یا مراتب این مسئله را هم فکر کرد که چی سبب شد که امروز مسلمان ها خار شدند، پیشتر این گونه نبودند. و این چنین برای برطرف کردن این مسئله هر یک انسان باید کوشش کند، حرکت ما یک کار یابد که در آن کار بگذار همراه مسلمان باشد یا آزاد باشد و اگر رفت و همراهی کافر باشد هم، یعنی خیلی که در بالا شرط ها را ذکر کردیم، نباشد کارهایی که مسلمان در آن خار گردد. و علما رحمت الله علیهم از آن حدیثی که امام ترمذی روایت کردند و گفتند این حدیث حسن است گفتند و ابن ماجه روایت کردند، دلیل گرفتن مانند حافظ ابن قدامه، ابن القیم و استادشان شیخ الاسلام و غیر آنها به حدیث حضرت علی رضی الله عنه. حضرت علی میگن روز به باغ یک کافر نگاهی کردم که مرا دید و گفت که عربی چی میخواهی؟ اگر خواهی به هر یک ستیلی که از چاه آب میکشی یک دانه خرما میدهم. بعد در آمدم و تا کفم پر شدن آب کشیدم، وقتی که کفم پر شد ستیل را ترک کردم و خرماها را خوردم و آب نوشیدم و به نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم آمدم و پیامبر صلی الله علیه و سلم این کار نکردند. این دلالت میکند که یعنی کار کافر را کردن، در زیر دست کافر کار کردن اجازت است، لیکن به آن شرط هایی که در بالا گفته گذاشتیم. اگر رفت و مسلمان در نزد کافر کارهای غیر شرعی کرد، مثلا خوکبانی کرد یا عرق آماده کرد، بعد از این احکام با خبر شد که این عمل حرام است، چیکار کند؟ آیا مبلغش را گیرد یا نگیرد؟ علما میگن که گیرد مبلغش را، ولیکن به خود صرف نکند و به مصالح مسلمان ها صرف کند، برای دیگر مسلمان ها خیر کند، در دست کافر همین خیل نگذارد. باز یک سوال دیگر هم چنین آمده رسیده است، من عیناً میخونم.
آیا میتواند بعد مرگش شوهر همسرش را بشوید؟ اما اگر در حیاتش هم باشد یگان خلاف هیچ گپی ندارد شستن همسر شوهر را و یا شوهر همسر را هم در دنیا هم در بعد وفات. علما رحمت الله علیهم اتفاق کردند که زن میتواند شوهر میت خود را بشوید. وقتی که شوهرش از دنیا وفات کرد زن میتواند شوهر خود را بشوید. خیلی که امام مالک در رحمت الله علیه در موطأ روایت کردن اسماء بنت عمیس رضی الله عنها شوهرش ابوبکر صدیق خلیفه رسول الله صلی الله علیه و سلم را با وصیت ابوبکر صدیق بشوشت و این در حضرت مهاجرها و انصارها بود، یعنی در حضور مهاجرها و انصار. تمام صحابه ها از این عمل با خبر شدند. فلم ینکر ذلک احد، یگان انسان انکار نکرد. بنابراین ابن المنذر رحمت الله علیه گفتند که و اجمعوا ان المرأة تغسل زوجها اذا ماتت. علما رحمت الله علیهم اجماع کردند که زن میتواند شوهرش اگر وفات کند شوهرش را بشوید، یگان خلافی نیست. و اختلفوا فی جواز غسل الزوج امرأته اذا توفی، لیکن در عکسش کمتر خلافی هست. اگر شوهر وفات کند آیا همسرش زنش میتواند شوهرش را بشوید؟ جمهور علما گفتند که مرد میتواند اینکه همسرش یعنی عائله اش را بشوید، زنش را. خیلی که اصحاب سنن ابو داود و نسائی و ابن ماجه و ترمذی رحمت الله علیهم روایت کردند حضرت علی حضرت فاطمه همسرشان که دختری جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم هستند وقتی که حضرت فاطمه گذشتند حضرت علی شستند و این بین صحابه ها مشهور شد و یگان صحابه این کار نکردند. این هم به منزلت اجماع سکوتی، همه سکوت کردند. حالا اون که صحابه ها لا یأخذهم فی الله لومة لائم، در راه الله تعالی از ملامت کسی نمیترسند. وقتی که حضرت علی حضرت فاطمه رو خیلی بر وقت، برای اون که وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم گذشتند بعد 6 ماه بعد 6 ماهی وفات رسول الله صلی الله علیه و سلم حضرت فاطمه از دنیا گذشتند. یعنی در خلافتی حضرت ابوبکر صدیق که جمهوری صحابه ها زنده بودند حضرت علی حضرت فاطمه را شستند، کسی این کار نکرد. و این چونین حضرت عایشه رضی الله عنها یه حدیثی دارن که پیامبر صلی الله علیه و سلم به حضرت عایشه گفتن که لو مت قبل، ای عایشه اگر تو از من پیشتر وفات کنی لغسلتکی و کفنتکی و صلیت علیکی و دفنتکی، اگر تو از من پیشتر وفات کنی من تو را میشویم گفتن جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم و کفن میکنم و به تو نماز جنازه میگذارم و تو را دفن میکنم گفتن. روایت احمد و ابن ماجه است. و این حدیث دلالت به جایز بودن شستن شوهر همسرش را بعد وفاتش میکند و طبق قیاس صحیح هم درست میگیرد برای اون که آخر شوهرش هست. بعد مردن زن یا شوهر بعضی ها میگویند که نکاحشان قطع می شود، یعنی بریده می شود. تا چه اندازه همین گفته ها حجت و دلیل دارد؟ نکاح بریده نمی شود با سبب مرگ. خیلی که بعضی علمای مذهب حنفی رحمت الله علیهم با همین گونه تکیه به بعضی سخنهایی که اصل ندارد گفتند که حق شستن ندارد گفتند و حالا که این حدیث ها حجت علیه آنها هست والله اعلم. و مسئله دیگر اگر پدر و مادر بعضی ها دیروز سوال کردن اصلا باید زنها بشوید، نه فرزندش حق دارد پسرش، نه پدرش حق دارد، نه برادرش حق دارد. زنها میشوید، فقط یگانه شوهر حق دارد که بشوید. و این چون این مرد را هم باید مردها بشویند.
نه مادری مرد، نه خواهری مرد، نه دختری مرد، هیچ کسی حق ندارد مرد را بشوید اگر چنده که خیشی نزدیک باشد. فقط عائله‌اش، همسرش حق دارد بشوید. اما در حالتی پدر و مادر پیرانسال را آیا شستشو کنانیدن جایز است؟ بله، شستشو کنانیدن پدر و مادر برای فرزندان اجازت است. خوب است که مادر را دخترها بشویند و پدرها پسرها، لیکن در صورتی نبودن اجازت است، فقط گفتن در صورتی که عورتش پوشیده باشد و در صورتی که مثلا عورتش را هم اگر بشوید با یگان حائله، با یگان لطه، با یگان چیزی دیگری باید بشوید. گفتم الله اعلم و صلی الله و سلم علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. تشکر زیاد در مهمانی ما سهراب عادلیان بودند و به بعضی سوالهای ما و تماشابینان جواب گفتند. تا با خالیهای دیگر خانه آباد و سربلند باشد. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. و اگر خود نمیدانید از اهل علم بپرسید. از این آیه چنین قاعده برمی آید که اگر انسان چیزی را از مسائل دینی نفهمد باید از عالمان ثابت قدم در علم بپرسد. تفسیر سعدی.